یکی از برجسته ترین نویسندگان دنیا در زمینه روابط، در زمینه عشق، به نام هلن فیشر، میگن توی یکی از سفرهامون که در حال سفر به گینه نو بودیم، من از یکی از آقایون که همراهمون بود پرسیدم که چند تا همسر داری و ایشون گفتم 5 تا. گفتم دوست داری چند تا همسر داشته باشی؟ با خودم گفتم الان میگه چند تا میگه که اون میل زیری ناپذیرش برطرف بشه، 40 تا 50 تا. و ایشون آروم در گوش من گفتن هیچی. با وجود اینکه در 84% فرهنگ‌های دنیا مردان آزادن و میتونن چند همسر داشته باشن و فقط در 16% فرهنگ‌ها مردان آزاد نیستن و نمیتونن چند همسری داشته باشن، مردان مونوگامی هستن و با وجود اینکه اکثریت میگن مردان تنوع طلبن، اغلب مردها با 1 نفر ازدواج میکنن و تنها 1 همسر رو انتخاب میکنن.